از شب 28 ینور تا صبح 29 ینور سال 2024 در بین همگی 8 ساعت در قسمت دره ورزاب شورای دوشنبه خوجند چنوق 16 ترمه فرآمده سبب برای چند ساعت بسته شدن راه برای روای نقلیات شد. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده 15 ترمه اول شب 28 ینور ساعت 23:00 دقیقه در کیلومترهای از 50 تا 63 فرآمده، ترمه آخرین صبح 29 ینور ساعت 09:50 دقیقه در کیلومتر 63 فرو ریخته است. گفته می شود در این آفت‌های طبیعی خوشبختانه کسی آسیب ندیده است، ولی به خاطر حمایت جان رانندگان و مسافران روای نقلیات از هر دو طرف موقتا منع کرده شد. شرکت اینویتد رود سولوشن که مسئولیت نگهبانی شورای دوشنبه خوجند چنوق را در دست دارد، بخصوص ترمه صبح 29 ینور در کیلومتر 67 را خیلی بزرگ نامیده، گفت تا تازه کردن راه تصمیم گرفته شد که حرکت نقلیات را در این شورا از هر دو طرف منع کنند. نزدیک های نصف روزی 29 ینور این شرکت خبر داد که با استثنای ماشین‌های فوره و ماشین‌های بارکش به دیگر واسطه‌های نقلیات اجازه روا داده شد. نیمه دوم روز 29 ینور شورا برای حرکت تمام نمود نقلیات بازگردید. با این حال کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داد که خطر فرو ریختن ترمه ها در قسمت های کوهستانی ولایت سوغد و یک قطار از ناحیه های تابع مرکز دست کم تا 31 ینور سال 2024 بلند باقی میماند. بنا به هشدار کمیته به دلیل بارشات زیاد خطر فرو ریختن ترمه ها، سنگریز، جمع شدن توده های برف و یخ بندی نه فقط در شورای دوشنبه خوجند چنوق بلکه در راههای دیگر کوهستانی از جمله دوشنبه رشت لخش، دوشنبه سنگوار کولاب، درواز ونج خوروغ، خوروغ اشکاشم، خوروغ مرغاب نیز تا پایان ماه ینور بلند باقی میماند. این یاد از همه خواسته است که در این روزهای خطرناک از سفر به منطقه های خطرناک و ترمزا حد الامکان خودداری کنند و به صورت پیش آمدن ضرورت سفر از احتیاط تامکار گرفته تمام چاره های بیخطری را قطعاً رعایت کنند و در صورت پیش آمدن حادثه های فوق‌العاده با رقم های 112 یا 93 800 28 19 به قسم نوبداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خبر دهند.